یا هر اتفاقی افتاد ادامه بده، فقط جا نزن، خسته شو، عصبانی شو، داد بزن، عربده بزن، برس به نقطه ای که میبینی هیچکی کنارت نیست، دست خودت باید بگیری، بلند میکنی ادامه میدی. اینو از من میشنوی 10 سال بعد بهش میرسی. تنها کسی که در زندگی آینده کنارت میمونه به خاطر خودت خانوادت. خب یه سری جاها تو زندگیت هست خانواده میخواد، باز تنها کسی که میخواد کمکت کنه خانوادت، میخواد به هر دلیلی در توانش نیست، یعنی میشی خودتی و خودت. اگه تو اون تاریکترین سختترین لحظات این ور اون ور رو نگاه نکردی، دنبال کمک از این ور اون ور نبودی، خودت دست خودتو گرفتی، بلند شدی، ادامه دادی، تو حال بدت ادامه دادی، اون روزیه که به هر چی که دلت میخواد میرسی.